سلام و صد سلام دوستای گلم. ما اینجاییم تا شما از بیخوابی رنج نبرید. کلید خواب راحت شما گوش دادن به این داستانه. حالا بریم سراغ این داستان پر از رمز و راز. داستان شاه و وزیر. روزی بود، روزگاری بود. شهری بود، شهریاری بود. شهریار زنی داشت که در خوشگلی لنگه نداشت. هم پادشاه او را دوست می داشت و هم او برای شاه دلش غش و ضعف می رفت. این پادشاه یک وزیری داشت خیلی بدچشم و بدجنس که گلویش پهلوی زن پادشاه گیر کرده بود. اما جرأت این که این راز را به کسی بروز بدهد نداشت. برای اینکه می‌دانست اگر به گوش شاه برسد او را از میان برمی‌دارد. اما روز و شب تو این فکر بود که هر طور شده پادشاه را پس بزند و خودش بیاید سر جای پادشاه و زن او را بگیرد. مدتی گذشت تا روزی درویش دنیا دیده‌ای که خیلی چیزها بلد بود وارد شهر شد. آن درویش هر روز وسط میدان شهر معرکه می گرفت و مردم را دور خودش جمع می کرد و کارهایی می کرد که مردم انگشت به دندان و حیران می ماندند. خبر به پادشاه بردند که یک درویش آمد و اینجور کارها می کند. پادشاه وزیرش را خواست و گفت برو ببین این درویش کیست و چه کار می کند و اینجا آمده چه کند. وزیر رفت و درویش را دید و آمد پهلوی پادشاه و گفت ای پادشاه این درویش حق بازی می کند. پادشاه گفت ورش دار بیار تا من هم تماشایی بکنم و ببینم چه می کند. وزیر رفت پیش درویش و آوردش پهلوی پادشاه. پادشاه کارهای درویش را دید و تعجب کرد. اما به درویش گفت اینها که چیزی نیست. من از این بالاترهاش را هم دیده‌ام. درویش به رگ غیرتش برخورد و گفت حالا که اینطور است بگو اتاق را خلوت کنند تا من یک کاری بکنم که تا روز قیامت انگشت به دهان بمانی. پادشاه گفت خلوت. همه از اتاق رفتند بیرون و خلوت کردند. پادشاه و درویش که تنها ماندند درویش گفت ای پادشاه کار من این است که از جلد و پوست خودم در میآیم و میروم در پوست دیگری. حالا بگو یک مرغ بیارند تا من نشانت بدهم. پادشاه دستور داد مرغ آوردند. درویش مرغ را خفه کرد. بعد از جلد خودش درآمد رفت در تن مرغ. پادشاه دید عجب، مرغ که مرده بود زنده شد و بنای قدقد را گذاشت و درویش هم مثل مرده بدنش سرد شد و کنار اتاق افتاد. چند دقیقه‌ای گذشت. دوباره درویش از جلد مرغ در آمد و رفت تو جلد خودش. باز مرغ مرده افتاد زمین و درویش زنده شد. پادشاه از کار درویش ماتش برد و گفت یا خدا. بنا کرد به درویش اصرار کردن که هرچه بخواهی بهت میدهم ولی این کار را به من یاد بده. درویش گفت
یک خم خسروی طلا میخواهم. پادشاه راضی شد. یک خم خسروی طلا به درویش داد. درویش گفت شرط دیگر هم دارم. این مطلب را نباید به کسی بگویی و بدون اجازه من هم نباید این روش را به کسی یاد بدهی. پادشاه گفت خیلی خوب. درویش هم روش این کار را یاد پادشاه داد و گفت خم خسروی را هم شب که هوا خوب تاریک شد طوری که وزیر نفهمد برای من بفرست. پادشاه دیگر کار پادشاهی را گذاشته بود زمین. هی تو جلد این میرفت و هی تو جلد آن میرفت. وزیر با خبر شد و فهمید این کار را درویش یادش داده. یک شب پنهانی فرستاد عقب درویش و بهش گفت هرچه میخواهی به تو میدهم. این کاری که یاد پادشاه دادی را یاد من هم بده. درویش که عاشق دلخسته دختر وزیر بود و با این لباس و این کارها آمده بود که دختر را به چنگ بیاورد گفت به یک شرط یادت میدهم که دختر خودت را به من بدهی. وزیر اول یک خورده جا خورد و بعد گفت خیلی خوب. رفت پهلوی دخترش و ماجرا را به او گفت. دختر گفت پدر جان من هرگز همچین کاری نمی کنم. زن درویش نمی شوم. برای اینکه میان سر و همسر نمی توانم سر بلند کنم. تو به درویش بگو اگر دختر مرا می خواهی همانطور که رسم شهر ماست باید یک خم خسروی طلا بیاوری تا دختر را ببری. وزیر گفت خیلی خوب. فردا درویش را صدا زد و مطلب را گفت که من حاضرم دخترم را به تو بدهم ولی دخترم راضی نیست. میگوید باید یک خم خسروی طلا بیاوری. درویش گفت قبول دارم. وزیر هم به دختر گفت تو خودت را راضی نشان بده. وقتی کار خودمان را کردیم یک کلاهی سرش میگذارم. وزیر به درویش گفت برو خم را بیاور و روش را یاد من بده. دختر را وردار و برو. درویش خوشحال شد و تمام این کارها را کرد. اما همین که خواست دست دختر را بگیرد و ببرد وزیر گفت اینطور که نمی شود. من وزیر پادشاهم. وسط مردم انگشت نما هستم. باید تهیه ببینم. اهل ولایت را خبر کنیم. باید صبر کنیم. بعد بساط عروسی را راه بیاندازیم. باری بحثشان شد و وزیر بهانه گرفت و زد درویش را از خانه بیرون کرد. درویش هم از غصه دختر سر به بیابان گذاشت. حالا بشنوید از وزیر. وزیر وقتی درویش بینوا را گول زد و روش را ازش یاد گرفت رفت پهلوی پادشاه و گفت ای پادشاه این کاری که تو بلدی را من هم بلدم. اما خوب نیست روبروی این و آن این کار را بکنی. این گونه پادشاه سبک به نظر می رسی. اما برای اینکه این روش یادت نرود هر وقت که تنها هستی این کار را می کنیم. پادشاه گفت راست می گویی. چند روزی از این صحبت گذشت. یک روزی وزیر به پادشاه گفت بیا برویم شکار. اما کسی را همراه نبریم
که اگر خواستیم تو جلد حیوانی یا مرغی برویم کسی نبیند. پادشاه گفت خیلی خوب. دوتایی راه افتادند. وزیر 2-3 فرسخی پادشاه را از شهر دور برد و رساند کنار دهی. در این بین چشمش به آهویی خورد و آهو را شکار کرد. وزیر گفت پادشاه حالا وقتش است که بروی در جلد آهو. پادشاه گفت راست میگویی. از اسب پیاده شد و رفت تو جلد آهو. از این طرف پادشاه رفت تو جلد آهو و از آن طرف هم وزیر رفت تو جلد پادشاه و بدن وزیر افتاد روی زمین. فوری وزیر که به صورت پادشاه در آمده بود بتاخت و به ده رفت. اهل ده به هوای پادشاه همه جلوش صف بستند. او هم گفت من با وزیر به شکار آمده بودیم که یک دفعه وزیر دل درد گرفت و از دنیا رفت. حالا 3-4 نفر از شماها بیایید و کمک کنید پیکر بیجانش را ببرید شهر تحویل زن و بچهش بدهیم. دهاتی ها کمک کردند. نعش وزیر را بردند به شهر. زن و بچهش هم خیلی گریه کردند و خاکش کردند. اما وزیر که تو جلد پادشاه رفته بود یک راست آمد به طرف قصر. همه افتاد در قصر که شاه آمد. همه دربار رفتند جلو تعظیم کردند. دم عمارت قصر رکابش را گرفتند و از اسب پیادش کردند. وزیر یک سر رفت به طرف حرمسرا. همان زن سوگلی پادشاه که وزیر چشمش دنبال او بود تا او را دید که شاه می آید دوید دم در پیشوازش. اما همین که نزدیک شد دید این فقط ریخت و لباس و شکل و شمایل شاه را دارد ولی آن حالی که پادشاه داشت و آن بویی که پادشاه میداد را ندارد. اصلا نفهمید چطور شد که تو ذوقش خورد. اما وزیر که تو جلد و لباس و بدن شاه رفته بود وقتی که چشمش به زن افتاد در دلش گفت تمام این زحمت ها برای این بود که به وصال این زن برسم و الحمدلله که رسیدم. اما هرچه بیشتر به زن مهربانی می کرد زن بیشتر ازش دور می شد. زن پادشاه شب و روز تو غم و غصه بود که چرا من از این مرد خوشم نمی آید و در فکر چاره بود که بگذارد و فرار کند. حالا بشنوید از پادشاه. وقتی پادشاه رفت تو جسم آهو و وزیر هم رفت در جسم او پادشاه فهمید که وزیر بهش حقه زده. ترسید که مبادا وزیر او را که در جسم آهو هست را بزند. ناچار پا گذاشت به فرار و از صحرایی به صحرایی می رفت تا رسید به یک جنگل. دید زیر یک درخت یک طوطی مرده افتاده. خوشحال شد و زود از جلد آهو در آمد. رفت در جلد طوطی و پر زد و رفت روی درخت نشست و قاطی طوطی ها شد. روزها گذشت تا یک روز که در جنگل با طوطی ها از درخت بالا و پایین می رفت از پشت درخت ها یک شکارچی را دید که دام پهن می کند. این طوطی به طوطی های دیگر گفت این شکارچی برای ماها دام پهن کرده. خوب است که فرار کنید. همه فرار کردند.
اما خودش ماند روی زمین نشست و مثل این که نمیداند گلچین گلچین رفت و رفت، یک دفعه افتاد در دام. شکارچی خوشحال و خندان آمد طوطی را گرفت. طوطی نگاه کردید این شکارچی به نظرش آشنا می آید. خوب ذهنش را زیر و رو کرد. دید ای دل غافل، این همان درویشی است که در جلد رفتن را یادش داده بود، اما به روی خودش نیاورد. همینقدر گفت اگر میخواهی از من فایده ببری، مرا ببر به فلان شهر و به پادشاه آنجا 100 اشرفی بفروش. شکارچی دید اسم شهری را میبرد که دختر وزیر آنجاست و با پادشاه آنجا آشنا شده. این حرف طوطی برق امیدی به دلش شد و گفت راست میگوید. آنجا میروم و طوطی را میفروشم و اگر نشد چغلی وزیر را هم به شاه میکنم. طوطی را ورداشت آورد به آن شهر و رفت پهلوی پادشاه. پادشاه از طوطی خوشش آمد و گفت چند؟ شکارچی گفت 100 اشرفی. در وقت حرف زدن شکارچی از پادشاه دو به شک شد که این نباید آن پادشاه باشد و حال و اخلاقش مثل وزیر است. اما به روی خودش نیاورد و طوطی را داد و 100 اشرفی گرفت. فوری پادشاه غلام خودش را خواست و طوطی را فرستاد برای زنش که اسباب سرگرمیش باشد. وقتی طوطی را بردن به اندرون و زنش را دید خیلی خوشحال شد، اما دید زنش خیلی لاغر است و بیدل و دماغ. طوطی گفت خانوم شما چرا در فکری؟ گفت ای طوطی دست در دلم نذار، من دردی دارم که نمیتوانم به کسی بگویم. گفت به من بگو. زن گفت تو چه کاری ازت ساخته است؟ طوطی گفت شاید ساخته باشد، تو بگو. از این اصرار از آن انکار. بالاخره گفت که من زن پادشاه بودم و دوستش داشتم، تا اینکه یک روز شاه با وزیر رفت به شکار و خبر آوردند که وزیر دلدرد گرفت و از دنیا رفته است. بعد شاه آمد در اندرون. من دیدم حال و بوی شاه که ازش خوشم می آمد در این نیست. فهمیدم سری در کار است و از آن روز تا کنون 1 ماه است من شب و روز آرامی ندارم و در فکر و قصه هستم و این آدم هم به من مهربانی می کند، ولی من دوست دارم از اینجا بروم و از او دور شوم. طوطی گفت خانوم مرا بو کن، ببین بوی شوهرت را می دهم. زن آمد جلو، طوطی را بو کرد و ماتش برد. گفت ای داد بیداد، بوی خود پادشاه است. طوطی گفت من خود پادشاه هستم و همه چیز را از اول تا آخر برای زنش گفت. زن گفت حالا تکلیف چیست؟ طوطی گفت امشب که وزیر به دیدنت می آید، اول در قفس مرا باز بگذار. بعد یه خورده برای او بخند و روی خوش نشان بده. بعد که ازت میپرسد چه میخواهی، بگو دلم میخواهد مثل همیشه تمام سرت پهلوی من باشد. اما تو بعد از آن شکار که برگشتی با من آنطوری که بودی نیستی. آن وقت میگوید نه هستم. تو بگو اگر راست میگویی روشی را که درویش یادت داد به من هم یاد بده. وقتی راضی شد
باقیش با من. زن پادشاه همین کار را کرد. وقتی که پادشاه دروغی راضی شد روش را یاد زن بدهد، زن زود فرستاد یک سگ سیاه آوردند و او را از میان برداشتند. آن وقت وزیر از توی جلد پادشاه درآمد و رفت در جلد سگ. فوری پادشاه هم از جلد طوطی درآمد و رفت تو جلد خودش و گفت ای وزیر بدجنس، به من نارو زدی؟ حالا سزایت این است که تا آخر عمر سگ سیاه باشی. زن خوشحال شد و پادشاه فوری فرستاد دنبال درویش. وقتی درویش آمد تفصیل را به او گفت. درویش هم تفصیل خاطرخواهی خودش را با دختر وزیر نقل کرد. پادشاه درویش را وزیر خودش کرد و دختر وزیر اولی را هم برایش گرفت. وزیر بدجنس را هم که سگ شده بود دم طویله بستند و هر روز یک تکه استخوان برایش میانداختند تا اینکه یک روز جان به جان آفرید، تسلیم کرد. این بود داستان زیبای امروز ما. دوستای عزیزم، برای تک تکتون آرامش و عشق آرزومندم. برای اینکه بیشتر شنیده بشین لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال قصه خواب و سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برام تو کامنت ها بنویسید. خیلی دوستتون دارم. تا یک داستان دیگه و کلید آرامش دیگه. خدا نگهدار.